که داملا التماس با این سوال من جواب گردانید تا دل من قرار گیرد. من توبه کردم به سوی خداوند، گفتم پروردگارا به عزتت قسم من دیگر زنا نمیکنم. ولی شب ماه رمضان چنان شهوتم بلند شد که زنای دستی کردم. چیکار کنم که خدا مرا بخشد؟ التماس تیزتر جواب بگویید تا دل من قرار بگیرد. خطایی کرده باشم برادر عزیز ما را ببخش. من در اطراف همین در باب زنا فکر میکنم صحبت داشته بودم که کسی که نکاحی به دست میکند، یعنی کسی که تسکین همون شهوت به طریق دستش خاموش میکند. برادرای عزیز و گرامی، امام مالک رحمت الله علیه در زیر تفسیر سوره مؤمنون والذین هم لفروجهم حافظون، در زیر همین آیت قرآن و تحقیق نجات یافت همون مؤمن هایی که فرجهای خود محافظت کردند، یعنی زن یا مردی که خودشون از زنا محافظت کردند. امام مالک میگوید در زیر همین آیت جوانی که با دست خودش را انزال میکند، با دست خودش را حرام میگرداند، همین عمل حرام است. همین عمل حرام است. حتی در یکی از کتاب‌ها به دست من آمد رسید، در او خوانده گذاشتم که اگر جوانی که در همین کار اگر عادت کند، زود است که در همین مدتی گویم تا حد 40 گفتن، تا همین 40 سالگیش دیگر او با زن خود خانه‌داری کردن نمیتواند تا اگر با چنگ در همین عمل نزند، تا اگر چنگی با در همین عمل آموخ چیدگیش اگر نزند، دیگر با زنش خانه‌داری کردن نمیتواند. چگونه ای که همین جوانایی که با گرین و با افیون آموخته شدگیان که به اون نمیتونن، اینم به همون آموخ میشود. تا اگر همون عمل انجام ندهد، دیگر حتی گفتن با زن خودش هم دیگر خانه‌داری کردن نمیتواند. و این بیماری هست برادر عزیز. در یک روایت دیگر هم خوانده بودیم که کسی که با دست خودش اگر حرام میکند، روز قیامت پیامبر گرامی گفته بود است که دستش مثل زنی که حامله می شود، همون دستاش حامله دار می شود. در بین مردم حتی آشکارا و می دانند که این از جمله کسانی بود که در دنیا به این کار حرام چنگ می زند. برای همین حدیث پیامبر یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، پیامبرمان برای ما گفتند ای جوانهایی که دست رسا داشته باشید، یا ای کسانی که شما چنان دولت و سهولت دارین که یک دور از زن داده می توانین، جوانهایی که به بالغ رسیدن زن شانتین، و اگر شما زن گرفتن نتوانستین، پیامبرمان با روزه ما را دلالت کردن روزه بگیرین تا که روزه همون شهوت های طغیانگری شما را گویم میشکند، از بین میبرد. برای همین برادر عزیز، شما با این قسمی که خوردین هم توبه میکنین، هم 3 روز روزه میگیرین، بعد از آن توبه کنین، خدا میبخشد و دیگر به این کاری زیش گویم هیچ وقت چنگ نزنید.